چون که بزکشی یک سابقه خیلی عنعنوی و تاریخی در افغانستان داره و خوشحال هستیم که امی پروگرام ها به امی تو قوت مثل که حال جریان داره شروع شده. امی سپورت است و امی بزکشی است که مردم ولایات و مختلف اقوام با یک دیگر نزدیک میکنه و بسیار از جوانانی که حال شما میبینی که همینجا حضور داره، یعنی یک تماشای مشروع و بسیار جالب هست و همچنان امروز که بسیار از دیپلمات های ممالک دور و نزدیک آمده، یک نمایندگی از سپورت و از عنعنات افغانستان هم میکنه به جهان، از فرهنگ افغانستان. واقعیت است که بسیار خوشحال هستیم که امروز میبینیم و اینمی فضای امن و امان و که به خوبی آماده شده و الحمدلله هیچ کس نه از دیپلمات نه وزیر نه مامور نه دیگر در تماشا کنندگان کدام کس تشویش داره. برای ما افتخار هم است، خوشحالی هم است و یک امید آینده افغانستان است که انشالله روز به روز ترقی میکنیم.